مدتی که من به نوشتن شعر شروع کردم تا حال 9 مجموعه اشعار خود را از چاپ برآوردم. اولین مجموعه که من چاپ کردم آهنگ دل نام داشت و این سال 2003 چاپ شد. بعدا کتابی تویانه چاپ شد. بعدا آهنگ دل، همین کتابی آهنگ دل سال 2003 چاپ شد. این نشر دوم است. نشر یکمش کمتر رنگش دیگر بود، رنگ سبز داشت و این نشر دوم است. البته در کتاب اول کمتر خطاگی ها بودن، برای همین بار دوم نشر کردیم و اون خطاگی ها رو اصلاح کردیم، بار دوم نشر کردیم. بعدا کتابی تویانه چاپ شد. این تویانه نشر اول است و شکل دیگر داشت. همین کتاب تویانه را 5 مرتبه نشر کردیم، چون که این با جوانان بسیار پسند بود. در این شعرهای تبریکاتی بود. بسیار نفران مراجعت میکردن که و توی خیشتبار میروند و به آنها شعر می نوشتم و با همین کتابچه تأسیس یافت و این برای برنده های توی ها نیز بسیار کتاب بهترین بود. از این رو 5 مرتبه از چاپ برآمد. بعدا کتاب نگاه عشق چاپ شد که حال متاسفانه نمونه‌اش رو در دست ندارم، ولی در کتابخانه ملی هست. بعد آن کتاب بهار آرزو با کمک کمیته جوانان جمهوری به تب رسید و فکر کنم سال 2008 بود و این نیز یک چند مرتبه چون طلب بود و این کتاب بسیار بود، یک چند مرتبه چاپ شد. بعدا کتابی انگیزه های سوز دل را از نشر برآوردم. یک نسخه در دستم مونده است، کمی فسخورتر شده است راستی گپ، ولی این هم کتاب به نظر مخلصان کتاب بهترین من بود که خواننده بسیار زیاد داشت. بعد این کتاب ها باز از همین غزل های خود 100 تاش را جدا کرده در شکل علاوه با نام 100 صدای صداقت از چاپ برآوردم و این نیز مخلصان خود را دریافت کرد این کتاب. بعدا کتابی مهرباران با کمک صاحبکار موفق حاجی امرالله مشتاق سال 2019 از چاپ برآمد و این کتاب نیز پسندی خوانندگان گردید. و کتابی آخرین من حالا در دستم نیست، جشنگاه مهر اخلاص نام داشت که همین سال چاپ شد، از چاپ برآمده بود و این نیز برای خوانندگان بسیار کتاب بهترین بود، چون در آن وصف دیار، در وصف جشن صده، جشن مهرگان، روزی خانیش، همین روزهای عید عموما در همون اشعارهای علاهیده در شعر علاهیده چاپ شدگی بود و برای خوانندگان بسیار پسند آمد. از همین کتاب وقتی که از چاپ برآمد، مدیر معارف شهر لوکن محترم نیازعلی اشرف کمک خوب رسوندن به من که همین کتاب رو گرفته در بین مکتب‌های ناحیه تقسیم کردن دادن و مبلغش رو به من آورده دادن و همین کتاب حال هم میبینم که همین خواننده‌ها در جشن و چهاره‌بینی ها از این کتاب استفاده میبرن و من وقتی در تلویزیون و که در رادیو میشنوم که همین شعرهای ما رو استفاده دادن، البته رو بلند میشم و این رو وادار میکنه که باز هم برای خوانندگان، برای جمعیت شعر نویسم که پسندشان باشد و توانند که از اون شعر در چهاره‌بینی های خود استفاده کنند. رئیس یا کدوم کتاب های دونگتان سوچ میکنه؟ وقتی که درباره کتاب های من رئیس ولایت پرسان شدن، من با آن کس فهموندم و نمونه کتاب خود رو با آن کس تقدیم کردم. آن کس وعده کردن که کتاب نوبتی اتون رو ما میتوانیم که به نشر رسونیم، فقط ما وقتی کتاب مجموعه تیار شد به ما مراجعت کن، ما اون رو حتما به چاپ میرسونیم. و من مینداری بیان کردم و خوشحالم که در جمعیت ما چنین نفرانی هستن که معیوبان رو دستگیری میکنن، ایجادکاران رو دستگیری میکنن و ما وقتی که میتوانیم اشعار خود رو زود از چاپ رسونیم، باز میتوانیم که و مجموعه های نوبتی خود رو باز جمع گیر کرده باز از چاپ براریم. وقتی که با
رئیس محترم ولایت خرمن قربان حکیم‌زاده هم صحبت شدم. اون کس البته گفتن که این اقدام رو با هدایت‌های جناب عالی پیشه کردیم. اون کس دائم در برآمدهایشان تاکید میکنن که معیوبان رو عایدت کنید، به آنها کمک خود را رسانید، از کمبودی‌های آنها آگاه شده دست کمک خود رو دریغ ندارید. و من البته بارها در تلویزیون میشنوم که جناب عالی همین هدایت‌ها رو میکنن و خوشبختانه در این جمعیت ما هستن افرادی که به توجه نیستن به روزگار معیوبان و زیست و زندگانی معیوبان و پیوسته دستگیری ایشان رو ما احساس میکنیم و پیشوای محترم ملت بیناداری به پایان خود رو ایثار میکنیم، چون اون کس همیشه غمخوار ما هستن بودن و میمونن.